بود نبود، یک بیوه زنی بود. این زن یک و یگانه پسری داشت. پسرک دستیار مادر در همه کار به مادر عزیزش یاری می دهد، اما زندگیشان فقیرانه می گذشت. بار مادر سخت بیمار شد و به بستر افتاد. روز به روز احوالش بد می شد. او پسرکش را به نزدش خواند و گفت: پسر جانم، وقتی که تو تولد شدی فرشته خوب روی به خانه ما آمد. او به من گفت که او در دامنه کوه کلچقچه اصلینی را پنهان کرده است. او گفت که اگر تو این کلچچه را کفته یابی، اگر پیدا کنی بای و بدولت می شوی، خوشبخت می شوی بچه. اما تو خرد بودی و من از تو جدا شدن نمی خواستم، بنابراین این سر را به تو نگفتم. اکنون وقتش آمده که به تو بگویم. مادر گریه ها کرد و پسرکش را بوسه باران کرد و دعای نیک داد و پسرک به جستجوی کلچه قند به راه برآمد. پسر بچه از در خانه اشان بیرون برآمد و دید که کلچچه اصلین غلیده در راه روان است. پسرک زود از پس کلچچه دوید. کلچه قند با سرعت غلیده دور می رفت و پسرک هرچند تیز می دوید با او رسیده نمی توانست. آدمانی گرد و اطراف حیران: با کجا می روی های بچه؟ کلچچه اصلی را داشته گرفتنیم، می گفت بچه. دیوانه شده است چی بلا؟ می گفتند آدمان. بچه یک از پس کلچه قند 3 شب و 3 روز دوید و از جنگلزارها، از صحرای و دشت و کوه ها گذر کرد و لیکن کلچه قند را داشته نتوانست. خسته شد پسرک. پایهایش آبیله پیدا کردند. پسرک از دریاچه عبور کرد و به شهری رسید که همه مردمانش در دست عصا داشتند. شما کلچه قند غیلان را ندیدید؟ پرسید پسرک. نه، جواب دادند آنها. ما نابینا هستیم، چیزی را نمی بینیم. پسرک از شهر نابینایان گذشته 3 روز راه پیمود و به شهر دیگری رسید. آدمان این شهر همه به سنگ مبدل شده بودند و شمال سردی میوزید. این شهر سنگین بود و ساکنانش همگی هیکل ها. هی آیا کسی کلچه قند غیلان را دید؟ پرسید پسرک. در جواب خاموشی. آدمان سنگی جواب نمی دادند. تنها باد هشتک می کشید و خلاص. چند وقت گذشت و پسرک به شهر دیگری رسید. در این شهر همه چیز طلایی بود. رستنی ها و درختان از طلا، خانه و قصرها، راه و سنگ و چوب ها همه طلایی. ساکنان شهر باشند، شکل و شمایلشان به قربقه و کلتکلاس ها مانند. شما کلچه قند غیلان را ندیدید؟ پرسید بچه. نادان،
گفت خوکه. اینجا پوری تیلای خالیس و کدام یک کلچه قند را میپرسد. تیلا بگیر. تیلا این خوشبختی است، گفت قورباغه. نه، گفت بچه، خوشبختی من در تیلا نیست، و راهش را دوام داد. رفت و به جای رسید که بحر پرتلاطم موج میزد. در روی ریگ ساحل بحر پسرک کلچه سخت و سیاه و مغار بسته را دید. پسرک سخت گرسنه بود، خواست که کلچه را بخورد، ولی مادری بیمارش به یادش رسید و کلچه را برای او به کولوارش گذاشت. پسرک عکس خود را در آب دید و حیران شد. او اکنون پسرچه میده نبود. او اکنون یک جوان قامت بلند و برنای شده بود. جوان زود راه بازگشت به خانه‌شان را پیش گرفت، زیرا او را مادر عزیزش منتظر بود. او فکر میکرد که این نان مادر او را از بیماری نجات میدهد. آخر او این نان را با چه زحمت‌هایی یافت. در وقتی بازگشت در شهر تیلایی غوک‌ها و کلتکلوس‌ها داد می‌زدند: با ما بیمان، نادان، همه تیلاها از آن تو میشوند. ای بچه نادان، اقلا تیلا بگیر. اینجا پرپوری تیلا، بگیر کوربارت را پر کن. جوان باشد به آنها اهمیت نداده، با آنها ماندن نخواست و راهش را ادامه داد، زیرا او را مادرش انتظار بود. او از میان آدمان سنگین و از شهر خاموشان گذشته به شهر نابینایان رسید. مردم نابینا دست کرده او را احاطه کرده گرفتند. ما گرسنه‌ایم، چیزی برای خوردن بده. از برای خدا چیزی بده، اقلا پاره نانه. دل جوان به نابینایان سوخت. او از نیم زیاد نانش را به آنها یک بردگی تقسیم کرده داد و راهش را ادامه داد. کم رفت یا زیاد، در راه به پیرزنی قشاق دچار آمد. 3 روز باز چیزی به دهان نبردم بچم، با من اقلا یک بردک نان ده. زاری کرد پیرزن. جوان زود از خلطش نانی باقی مانده را برآورد و پاره را از آن به کمپیر داد. پیرزن شاد شد. به در خانه‌شان رسیده جوان دید که سگ بی حال و بی مدار در روی حولی نالیش دارد و از گرسنگی بی حال است. دل جوان به حال سگ سوخت و پاره آخرین نان سیاهش را به سگ داد. جوان به خانه در آمد و گنهکارانه به مادر بیمارش گفت: مرا ببخش مادر، من تمام دنیا را کافتم و کلچه قند را نیافتم. تنها یک نان قاق سیاه یافتم و آن را هم به بینوایان و بیچارگان تقسیم کرده دادم و با دستان خالی به نزد تو آمدم. مرا ببخش مادر. جوان مادرش را به آغوش کشید و
اشک ریخت. این وقت معجزه رخ داد. مادری بیمار صحت شد و از بستر خیست و به جوان گفت: پسر جانم، اکنون ما خوشبخت می شویم، زیرا فرشته به من گفته بود که اگر تو در شهر طلایی می ماندی یا اگر طلاها را می گرفتی و اگر نان را به بیچارگان نمی دادی ما بدبخت می شدیم. به من کلچه قند اصلین و طلاهای جهان لازم نی، زیرا تو پسر من صاحب دل طلایی هستی. از همان روز این جانب مادر و پسر خوش و خرسند زندگی می کردند و خوشبخت بودند. از یگان چیز کمبودی نداشتند. انسانی پاک دل و نیکوکار همیشه به مقصد می رسد.